هم عرض سلام دارم خدمت شما بینندگان عزیز و تشکر از خانم جهانی که تا اینجای کار همراه شما بودن در برنامه صبح تازه. همونطور که وعده داده بودیم امروز یک مهمان ویژه داریم و ایشون کسی نیست جز اکبر میثاقیان، سرمربی تیم داماش گیلان. آقای میثاقیان عرض سلام داریم خدمت شما، صبح بخیر. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب خدمت شما و همکاراتون و همه مردم گیلان، به خصوص مردم عزیز رشت. در خدمتم. خواهش می‌کنم. آقای میثاقیان اومدید به استان گیلان شهر رشت و تیم داماش و شروع کردید با داماش گیلان. از تیم داماش بگید و اینکه چی شد که اومدید به استان گیلان. بله، افتخاری است که برام اومدم دوباره تو گیلان. خب تو گیلان بودم مدت‌ها، قبل از انقلاب تو ملوان بودم. 2 سال پیشم توی انزلی بودم که اون تیم از خطر اوج شدن نجات دادم و اینجا رو دوست داشتم واقعا. حالا همه میگن اکبر هر شهری میگه اینجا رو دوست داشتم بیام و دوست داشتم اینجا کار کنم. خب این چیز واضحه، من مربیم، من دوست دارم تو شهرهایی که واقعا فوتبالشون در جا میزنه برم اونشون کمک کنم. خودتون شاهدین دیگه، رسانه‌ای من میشناسین، قشنگ 30 سال من میشناسین. حالا من اومدم تو رشت، واقعا دوست دارم که میدونم که این تیم پرطرفدار، یه تیم واقعا تماشاگرایی هستن که با عرق، واقعا دوست دارم تیمو. به نظر من تنها عضوی که تو این باشگاه تو این شهر هست تماشاگراشونن که بله، واقعا اگر نباشن این تیم داره از بین رفته بود، چون واقعا از امکانات، از ساختار، از لوجستیک خیلی پایینه باشگاه. تو لیگ 3 ما 12,000 تماشاگر داشتیم دو بازی آخر. همین یکی از اصلا این کارش، ارگان اصلیش به نظر من تماشاگرشون، اون دمشون گرم. نقطه مثبتشون تماشاگره که من میبینم که اینا بیان سر تمرین، دوست دارن تیم موفق شه. با اینکه ما خیلی دیر شروع کردیم، ما 15 به بازی مونده، ما هنوز تمرینامون رو مرتب نکردیم، تاکتیک کار نکردیم، بدن کار نکردیم، ولی من مطمئنم که همینجا میگم که من مطمئنم که تیممون به لیگ دست اول خواهد رفت. قول دادید که تیمو بیارید لیگ برتر، درسته؟ قول دادن که اصلا غلطه، ولی من چون هر جا رفتم، شاهدی من میشناسین، من هر جا رفتم خدا به من کمک کرده و این گفتم فوتبالمو توی گیلان تموم کنم، شهر رشت، این تیمو بیارم لیگ برتر بذارم کنار فوتبال. واقعا وقتی فوتبال نیستم مثلا اذیتم، مریضم. الان اینجا اومدم، منم 5 روز اینجا هستم. تو این 5 روز 2 روز مشکلات باشگاه داشتیم که حواشی باشگاه داشت، من 3 روز سر کارم. من 3 روز اومدم 50 تا بازیکن، 50 یا 40 تا بازیکن، حالا نمیدونم که همینطوری قرارداد داشتن که بیایم اینا رو قربال کنیم و یار از بیرون بیاریم. خیلی سخت بود. الان من تیمو دیروز بستم، یعنی من 48 ساعت تیمو بستم. 6 نفر تمدید کردید درست از سال گذشته؟ 8 نفر تمدید کردید. 2 تا گلر 10 نفر. 10 نفر. الان اصل بازیکناتون رو گرفتید یا نه بازم بازیکن از بیرون بیاد؟ اصلا ما برامون اصل فرق نداره، ما هممون اصلیم. بچه‌ای که گرفتیم شاید مربی دیگه میومد ازشون میگه ما نمیخوام، اونجا مربیای غریبه اومدن دیدیم خودتون. بله اصلا قلقم کردم، ولی من گفتم نه، من اینا زحمت کشیدن پارسال، ولی این دلیل نمیشه. تماشاگر نمیگه آقا تو اینو نگه داشتی، اگر نبری یقه تو رو میگیریم. من میخوام بگم که اینجا باید طوری دیگه فوتبالش از اول اداره شده که به نظرم باید درست کنیمش. من هر جا رفتم مثبت بودم که درست شده، چون تماشاگر داریم، از تماشاگر ماست. در واقع ما الان من مطمئنم که تیمی که الان داریم می‌بندیم تیم خیلی خوبیه، با اینکه ما روزهای آخریم. شما یادتون باشه وقتی که میدون بار میریم اولین میوه بهترین میوه رو روز اول می‌خریم، ولی بعدا آروم آروم بریم فضا کمتر میشه. بله. حالا تو بازار نقل و انتقالات که هستیم، هنوزم که تموم نشده، ما گروه بندی شما رو ببینیم، گروه بندی که انجام شده برای تیم داماش گیلان. اگه همکارمون در تصویرم بدن که تیم داماش گیلان با شاهین بوشهر، شهرداری بندرعباس، شهید قندی یزد، شهدای رزکان البرز، شهرداری ماهشهر، نیروزمینی تهران، مس نوین کرمان، پیام توس خراسان، مناطق نفقیز جنوب، شهرداری بم، شهرداری نوشهر و آریوبام اسلامشهر همگروه شده. میبینید این تیم رو و شهدای بابلسر تیمایی هستن که در گروه دوم حضور دارن و داماش با این تیم ها هم گروه هست. حالا گروه تیم سپیرود و پانیک رو هم فردا بیشتر بررسی خواهیم کرد با حضور سرمربی تیم سپیرود. شما فهمید که الان این گروه چطوره برای شما و خیلی‌ها میگن خیلی شاید تیم‌های راحتی تو این گروه باشن که بعید اینجوری که راه دوره.
هیچ فرقی نداره. تو 7 تا پرواز داری دیگه. چیزی که من میبینم تو 7 تا شهرستان با پرواز دوره. به نظر من هیچ فرقی نداره. من اصلا به گروه ما باید ببریم. حالا میخواد گروه هر کی باشه، مثلا رئال باشه، ما قراره که بالا بیایم باید ببریم. منم تو درس دو این سال که اومدم درس دو اومدم و دومین سال من بیار سال تیم 20 تا رو بالا آوردم درس دو. الان که اومدم باید بالا بیارم. گروه ما اصلا من به تیم کار ندارم، همه قابل احترامم، به همشون احترام میذارم، ولی با تیممون باید بیاد بالا. بله آقای میثاقیان یه قولی داده بودن در مورد برج میلاد که راهن اگه تو لیگ برتر نگه ندارن از برج میلاد میافتن پایین، درسته؟ اولا که اون اصلا معقولی اصلا با الان خیلی فرق میکنه. من اینجا اون قولی که دادم واقعا تیم خیلی خراب بود و 18 بود، 18 تیم و هفته من رفتم 15 بود، اصلا شانس نداشت که بیاد حتی یه درجه بیاد بالا. ما حالا خدا تیم نگه داشتیم. برج میلاد هم گفته بود ندیده بودم، آره نصفه بود برج میلاد. آره نصفه بود، من ندیده بودم، ولی بعد که دیدم که برج میلاد رشد کرد با همسن هم گرم شدم، واقعا ترسیدم، بودم از این خیابون نمیرم دیگه طرف برج میلاد نرید. اینجا ما سد منجیل داریم، شنیدم گفتید که با اونجا نمیرسه، ان شاءالله که موفق میشیم. آره ان شاءالله که تیم موفق باشه و بتونید به هر حال با این تیم به لیگ برتر هم صعود کنید و همونجوری که خودتون قول دادید بعد از اینکه به لیگ برتر هم صعود کردید میخواید تو گیلان زندگی کنید، درسته؟ اصلا شک نکنید. برای که میگم یه تیم خیلی خوبی واسین، با اینکه بازیکن کم بود، با اینکه بازیکن گرونه، با اینکه واقعا فضای فوتبال دیدین که اصلا پولای بیشماری رد بدل میشه و دیدین چقدر دلالی و این مسائل هست، ولی تیم ما رو که الان بستیم شاهدن که اونایی که با من قرارداد بستن با بچه‌ای که بودن همه خوبن و همه واقعا با این انگیزه اومدن که میگم میشه من بیام جرئت ندارم باید خوب کار کنن که ما موفق شیم. مثلا شک ندارم که یارایی که آوردم یارای خیلی خوب با یارای بچه‌هایی که برداشتیم از خود شهر داشت، اونها هم خیلی خوبن، من مطمئنم که موفق خواهیم شد. باید هممون یه در باشیم، پشت هم باشیم تا موفق بشیم. آقای میثاقیان یعنی از میدونید 2 سال خدمتشون در تیم ملوان بندرنظیر اون بازیکن بودن. از دوران بازی میکردید بگید، از اون دورانی که در ملوان بودید. خیلی وقت ملوان بودم، خب ولی خب واقعا خب اونجا هم فوتبال خیلی دوست دارم. دیدی ملوان دیدی چقدر بله طرفدار خاص خودش داره، شاهد خاص خودش داره، اینجا شاهد خاص خودش داره. اون قرارداد انقلاب بود، خب واقعا ملوان که جزء تیمای بزرگ ایران بود، قبول جهانی، اسفندان، یاکانی، خدا بیامرز جاوید جهانگیری ایران. تیم قدری بود که خود رشت اون موقع با خود انزلی رشت تیم خوبی داشت که اون موقع یادم بیاد بیرود که تیم داشتن. حالا ان شاءالله که اون اون نشانه‌ای از موفقیت تو این تیم تو این شهر باشه که مردم خوشحال بشن. خب در خدمت آقای میثاقیان هستیم، سرمربی تیم داماش. و آقای میثاقیان در مورد ارکان باشگاه برای ما صحبت کنید. اینکه آقای زحمتکش اومدن تیم رو باشگاه رو گرفتن و دارن به هر حال ارکان باشگاه رو هم درست میکنن، درسته؟ خب بعد این مالی که جدید اومده، خب ما باید مواظب باشیم که ایشون هم ناراحت نشه که مثلا چند تا مالک اومدن باشگاه که با ناراحتی رفتن، با واسه اینا دل زده نشن، ناراحت نشن، بهشون امیدواری بدیم، بهشون انرژی بدیم که اینا بیان هم کمک مالی هم کمک هم هر جوری باشه به تیم بکنن. ایشون اومده و میخواد هزینه تیم بده، خب واقعا خیلی سخته دیگه، تنهایی که نمیتونه هزینه تیم بده. خب دمش گرم که اومده این تیمو گرفته تو این واقعا تو این شرایط خیلی سخت اقتصادی. واقعا فوتبالیست‌ها واقعا الان که ما داریم، اگه مثلا پارسال میگم ما پول نگرفتیم، پیاسا پول نگرفتیم که زمانی که دیگه بودن، خب اینا هم میذارن بچه‌ها دارن همه میخوان واسه عوض اقتصادی با این گرونی، با این اقتصادی که خیلی سخته توی جامعهمون، میگم برای همین که میگم که این بهش ناامید نکنیم، اینو شارژ کنیم که تا آخر باشه. مثلا ما الان مدیر عامل داریم مثل آقای آقازاده، جوان لایقه. من خوب نمی‌شناختم، الان دیدم که واقعا یک جوان لایقه و همه کار بلده، خیلی باهوشه. مثلا من شوق استاندار نرفتم آقای عباسی، ایشون خودی ورزشی، ما پیش ایشون بریم ازشون خواهش کنیم که تیم کمک کنه. شهردارمون خیلی ورزشی، آقای دکتر عباسی خودش هم ورزشی ان، ورزش خیلی دنبال می‌کنه. شهردارمون ورزشی، شورای شهر ورزشی ان، خدا بهشون بیامرزه که کمک کنن. مثلا دانشگاه گیلان آقای دمجی اون دوستان همشهریای ماست، ایشون قرار زمین با ما بدن. فرماندار ما ورزشی باید بیان پشت تیم باشن که این تیم، من مطمئنم که روزای خوبی خواهید داشت آقای قاسمی، فقط باید کمک کنیم به تیم که اینا دلزده و ناراحت نشن که مالکی که اومده
الان از صبح میاد تا شب میگه خب من از 8 تا بلند میشم تا 12 شب برای تیم بستن. خب ایشون خب کار داره دیگه. بیاد بله قبلا آیه زحمتکش قبلا کلا در دسترس بود، تماس زنگ می‌زدید جواب میداد. الان من خدا خیلی سر شلوغه. یعنی صحبت که باش کنیم خوبیش اینه که خودشون هم مدیرن هم ورزشی ان. این خوبیه آیه زحمتکش اومده به این تیم. در سر نکنیم که مثلا مثل بقیه مثلا سریع برن از تیم و تیم تو چالش بره. تماشاگرم باید بدونه که هر کی حد مرزی داره به این ما کمک کنن، بهش دلداری بدن. من مطمئنم که اتفاقای خوب خواهد افتاد توی شهرمون، رشت، تیممون. همین. و امیدواریم بله، ما امیدواریم که شما تیم رو به هر حال بتونید لیگ دست اول بیارید، از اونورم بیان لیگ برتر. در مورد بازیکنان نهایت استفاده رو ببریم از این وقت. در مورد بازیکنانی که قراره بگیرید صحبت کنید. ما بازیکنی گرفتیم واقعا همشون بلدن، همه لیگ یک بازن. ببخشید. همه لیگ پارسال لیگ یک بازی می‌کردن. من اینا رو آوردم برای لیگ دو. قراردادم من خودم گفتم اینقدر بیشترشون نمیدیم که باشگاه قبول کرده و خیلی خوب تیمو داریم می‌بندیم. ولی الان امکانات نداریم آقای قاسمی. بله. الان میریم استادیوم سردار جنگل می‌بینیم ببخشید. می‌بینیم که تیم‌های نوجوانان محلا، تیم‌های مؤسسه فوتبال استادیوم اجاره دادن. میشه همین شما به استادیوم مثلا سامن مشهد اجاره بدیم. این میشه استادیوم زمین تمرین اجاره بدیم، نه زمین بازی رو. خب الان زمین چند مساویه داغون شده، مثلا واقعا بچه‌ها اینا جوونن، تمام زندگیشون پاشونه. اگه خدا نکرده بیاد ربات پاره کنه، خدا نکرده میکس پاره کنه، حتی منم که سرمربیام معروفم که خیلی معرفت دارم، یک ثانیه حالش نمیپرسم. رو راست. حالا بدترین موضوعی که قرار بود ورزشگاه زندیات سیروس و قایقران هم یه مدت اجاره بدن. حالا خوشبختانه مسئولین انزلی، فوتبالیای انزلی ورود کردن، اجازه این کارو ندادن. اما متأسفانه تو رشت به هر حال دادن اجاره. من مطمئنم که یک مدیر کل ورزش داریم که آقای آرمان، هم ورزشی هم داور ممتازی بوده. ایشون من مطمئنم که هم آدم قویه. بعد ایشون رو ریختن سرش 7 تا تیم تو استان. خیلی کار سختیه. از این ور گیلان کار سخته. ما باید به اونم کمک کنیم که ایشون آقای آرمان هم بتونه که به همه تیم‌های این استان کمک کنه. فقط ما اگه بریم این بابا کمک کنه، بقیه تیم‌ها مدعی میشه آقا چرا به اینا ما چی واسه؟ نه خیلی تیم‌ها 3 تا تیم لیگ 2 داریم، 2 تا تیم لیگ 1 داریم، تیم لیگ برتر. من برای میگم که علاوه امکانات واقعا خیلی پایین هستن. خیلی پایین. ما الان زمین چمن نداریم، زمین دانشگاه می‌خوام بگیریم. خب باید بریم خود تیم دیگه هم بیاد بگه آقا چرا اینا بدید به ما نمیدین. برای خوابگاه خب بچه‌ها رو بیرون میاریم، همه زن بچه دارن باهاشون باید امکانات بدیم. نیست. باید بیان همه کمک کنین که من مطمئنم قاسمی اینجا هنوز چندم امروز شهریور ماست که تیم ما موفق میشه که ما 23 شهریور که تیم لیگ یک بیاد. در پایان با آقای میثاقیان صحبت خواهیم کرد. آقای میثاقیان یه حرف خاصی مونده بفرمایید. همه حرفا رو زدم، من اینقدر خیلی حرف هست که برای فوتبال این شهر بگم. من یه خواهش دارم از تلویزیون استان گیلان که بیاد بازی‌ها ما رو پخش کنه، جوونامون حمایت بشن، خانواده‌هاشون ببینن، بچه‌ها تماشاگری که نمیتونن بیان ببینن. این خواهش داریم که بیان بازی ما رو پخش کنن که من مطمئنم که مردم لذت میبرن. این برای همه تیم‌ها چون تیم زیاده خیلی کار سخته، ولی خب اگه بشه کمک بشه که حتما اگه شایدش باشه که این کار انجام بدید. شما خیلی ممنونی که من آورده اینجا تونستم صحبت کنم. خوشحال شدم که اومدم تلویزیون گیلان. افتخاری بود برای ما. به هر حال در خدمت شما باز هم خواهیم بود. آقای میثاقیان عزیز، خداحافظی می‌کنیم از سرمربی تیم داماش گیلان و همراه میشیم با آقای ندافی و گروه ورزش که اجرای ورزش صبحگاهی رو خواهند